بینندگان عزیز سلام و وقت شما بخیر. شما را خوش آمدید میگم با یکی دیگر از گزارش های خیش از ولسوالی زاری. امروز در بازار ولسوالی زاری حضور داریم تا ببینیم قیمت مواد خوراکی نسبت به ماه گذشته چی تغییر کرده. چنانچه همه ما میدانیم مواد غذایی برای بقای زندگی یکی از مهمترین ضروریات هر فرد و خانواده محسوب می شود. پس در این برنامه نظریات مردم و فروشندگان را می داشته باشیم. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه قرار داریم. میخواییم با فروشندگان صحبت کنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. حاجی صاحب خوب هستین؟ خوب است؟ بخیر هستین؟ بخیر هستم. جور هستم. بخیر هستم. خیر دارم برام. الحمدلله. میشه حاجی صاحب خودتان به بینندگان معرفی داشته باشید؟ حاجی محمد حسن هستم، از ولسوالی زاره هستم. همینجا شخص یک دکاندار خوراک فروشی داریم. همینجا شیشتیم. قیمت روغن در کیلو چند است فعلا نسبت به ماه گذشته؟ چقدر تغییر کرده نکرده؟ آیا ارزان شده یا قیمت شده؟ نسبت به سابقه قیمت شدن 1150 روپیه است. فعلا یک روغن بیادر روغن 900 روپیه بود، 800 روپیه بود. فعلا 1150 روپیه شده. بسیار بلند از نرخ. قیمت برنج چند است ترازو؟ یک ترازو برنج 280 تا 300 روپیه بود. امروز 550 روپیه یک سر کال برنج وطنی. به نظرتان قیمت ها نظر به ماه گذشته قیمت شدگی است؟ دو برابر قیمت شده. این برنج که دو برابر قیمت شده. یک سر کابل برنج دو برابر قیمت شده. قیمت آردا چه قسم است قیمتش؟ آردا 1100 1200 بود. امروز بیادر 1600 روپیه یک بوژه آرد. یک بوژه آرد 400 روپیه قیمت شده. چند وقت است که در بازار ولسوالی زاری شما دکانداری میکنین؟ ما یک تقریبا 18 سال 19 سال میشه ما دکاندار هستیم. جنسا قیمت از مردم چیز نداره که خوشسالی تر آمده. یک سر گندم مردم کار داره تخمش نکرده. بسیار قیمتی است. یک قطعه روغن 10 لیتر 800 900 بود. امروز 11.5 روپیه است. یک ترازو برنج وطنی 280 300 بود. امروز 550 روپیه است. یک بوژه آش مکارونی که 5 کیلو بود 150 روپیه بود. امروز 250 روپیه است. این همین خوراک بابت جمله اجناس قیمت شده. یک بوژه نمک 2.5 روپیه بود. امروز 5.5 روپیه است. این هم اجناس ها بسیار قیمت شده. مردم وضعیتش خراب است. هیچ خرید فروش نیست. ما مردم تا بیگار خو میشم همینجا. حاجی صاحب شما تقاضایتان از مسئولان ولسوالی چی است؟ و تقاضای ما است که باید این نرخ را تنظیم کنه. بیادر از مرکز تنظیم کنه. این نرخ به مردم یک کم نرمال به سابقه برای یک کم نرمال به مردم وضعیتش خراب است. یک کیلو گوشت مردم در یک ماه خوردن نمیتونه. یک ترازو برنج ما هر بازار 100 ترازو برنج میفروختیم. حالا بازار 2 سری کابل برنج ما فروش داریم. یا 50 تا روغن میفروختیم. امروز ما 5 روغن 10 روغن الا بسیار که بفروشیم 10 قطعه روغن میفروشیم در یک بازار. هیچ چی میشه؟ ما در بازار 50 قطعه روغن بیخ وضعیت های مردم بسیار پایین است. البته عاید نداره مردم. چی رقم است این رقم؟ بسیار پرشاتا کم است. ما مردم روز تا بگیره خواب کردن دیگه کافی نیست. فعلا در کنار یکی از خریداران قرار داریم. نظریات این خریدار را می داشته باشیم که از قیمت ها راضی هستن یا نیستن. سلام علیکم. Aleyküm selam. Yaxshısınızmı? Canınız بخیر. Romarsınızmı? Şükür. O'zingizda bir ma'rifa qiling binandalarga. Men Mavliddinman, Ulusvali Zoridan. Shu Hoji Saidni mushtarilaridanman. Mushtarlardan siz vaziyat qimmatlar qanday deng? Qimmatlardan rozisizlarmi yo rozi emassizlarmi? Qanday keding gaplar? Ta joyiki qimmatlardan rozi emasmiz. Nisbat ba solhay guzashtaga qaraganda qimmatlar bir zara tafovut qilgan bola ketgan. Vaziyat jo birinch bir narsalardan qimmatlaridan bir tashrih bering. Qanday keding? Oylarga o'tgan oylarga qanday kiydi qimmat? Yo arzon xarid qilmaydingiz yo qimmat olmaydingiz? Qanday edi? Balki hammaga vozi o'ydaki bu qimmatlar ki hali nisbat ba solhay guzashtaga bola ketibdi. Uni hech kim rozi emas. Ba zamoni sabiqini bir oy ko'y ilgari bir dali tarani oladiz 1000 yo 1050 girpa. Holalas 1150 hatto ta joy 12 gacha chiqib borgan.
siz به عنوان bir xaridor به عنوان shu narsalarni ki masraf qilasizlar taqozongiz mas'ullardan nima deng? taqozomiz shuki mas'ullar mas'uliyati bor. Ta joy hamkorlik qilsa bu millatga qiymatlar ko'yish paydo qilsa pastga arzonroq bo'lsa. Bu mantiqa Volsovoliy zori masalan shaxsan o'zingiz oidotingiz nima tarafdandir? Kishovarsizmi, moldorsizmi, nima qilasiz o'zingiz? Oidatimiz shu kishovarlik, ush kishovarzlik ham ta joy ve yil chandan mazasiz yo'q edi. Bir zara zaifroq edi. Xo'p, tashakkur ma'lumotingizdan. Sog' bo'ling, baxayr bo'ling. این هم بود وضعیت امروز در بازار ولسوالی زاری. قیمت‌ها برای بسیاری از خانواده‌ها اهمیت زیادی دارد و تغییر آن مستقیما بر زندگی مردم اثر می‌ماند. اگر شما هم نظر دارید در کامنت ها بنویسید. تا گزارش بعدی خدا نگهدارتان.